پایتخت پولشه و یا لهستان شهر ورشو به پیشواز پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ آماده می شود. در این سفر پرزیدنت امریکا با مهمانان تشبث سه بحر، رهبران 12 کشور اروپای مرکزی و شرقی دیدار و گفتگو خواهد داشت. دونالد ترامپ با استفاده از امکان سعی میکند صادرات گاز طبیعی را که بخش از برنامه اصلی طلایی یعنی سیاست انرژتیکی امریکا است تشویق نماید. صادرات انرژی برای مردم ما جایهای سرشمار نوی کار فراهم آورده امنیت انرژتیکی دوستان، همکاران و متفقانمان در سراسر دنیا را تحکیم می‌بخشد. در ابتدای ماه ایون اولین کشتی باربر ایالات متحده امریکا با گاز طبیعی به ترمینال نوی نگهداری گاز مایع در بندر سوینائوشیه پولشه واقع در ساحل بحر بالتیک رسید. این روز رمزی است که در آن مردم پولشه غایه تحکیم امنیتش را عملی می‌کند. پولشه از 2 حصه گاز طبیعی را از روسیه می‌گیرد. در حالت قطع انتقال گاز از مسکو این کشور ضربه پذیر خواهد شد. در سالهای 2006 و 2009 بحث‌های میان روسیه و اوکراین باعث قطع صادرات گاز روسیه به اروپای شرقی شده بود. پولشه می‌خواهد که تا سال 2022 واردات گاز از روسیه را خاتمه بخشد. اما نماینده امریکا میگوید تا حال معلوم نیست که ایالات متحده چه مقدار گازش را میتواند به پولشه صادر کند. ما حالا میزان صادرات را تشخیص نکرده ایم. آن از حکومت شما وابسته خواهد بود. در پولشه ترامپ نظرش درباره دورنمای روابط امریکا و اروپا را آشکار خواهد کرد. قصر سفید میگوید پرزیدنت امریکا هنگام سخنرانی در میدان کراسینسکی از شجاعت مردم پولشه قدردانی میکند. سال 1944 فاشیستان آشوب مردم پولشه را شکست داده بودند. پیش بینی می شود که ترامپ از مهمان نوازی مردم پولشه و پرزیدنت راستگرای این کشور اندژی دودا بهره مند خواهد شد. دودا با اتحاد اروپا در مسئله تغییر اقلیم و قبول مهاجران اختلاف داشته و با محدود نمودن آزادی مطبوعات و ساخت کنستیتوسیونی این کشور متهم می شود. There are some concerns, of course, that Mr. Trump with his populist rhetoric and نگرانی ها از آن است که جناب ترامپ با پیام های پاپولیستیش با رهبری وامی خورد که به طور منظم ولایت قانون و آزادی مطبوعات را محدود می‌کند. Rule of law and press freedom, something that Mr. Trump seems to sympathize with. تخمینا 900 سرباز امریکایی در چارچوب حضور نیروهای ناتو در پولشه می باشند. ورشو امید دارد که ترامپ صداقت به حضور نظامی پیمان در اروپای شرقی را تاکید می کند. پولشه یکی از 5 عضو ناتو است که 2% تولید ناخالص ملیش را برای مدافع مصرف می کند. این اقدام پولشه می تواند برای کشورهای دیگر اروپایی همچون نمونه خدمت کند و احتمال ترامپ نیز در پیامش پولشه را یکی از ستونهای نیرومند اروپا عنوان دهد.